سلام، امیدوارم که حال دلتون خوش باشه و رو به راه باشید. خوشحالم که سفر گپ رو میبینید و یا میشنوید. امروز در خدمت یک بزرگ و عزیزی هستیم که اگر که احتمالاً تو این سالها و این ماهها و هفته‌ها و روزها دارید میرید به یک اقامتگاه بومگردی یا یک خانه بومی یا یک فضای بومی سفر میکنید و اقامت دارید اونجا، قطعاً اگر که مهمان امروز ما نبود شاید این اتفاقها به این صورت و به حالتی که امروز دارید تجربه میکنید به دست نمی اومد و اتفاق نمی افتاد. عمو اکبر رضوانیان، سلام. سلام پیمان جان، خیلی مخلصیم. منم خوشحالم که در خدمت پیمان نوروزی عزیز، دوست عزیز و شفیق سالیانم هستم و انشالله که همیشه سلامت باشین شما و همه بچه‌هایی که زحمت این قصه رو دارن میکشن و امیدواریم که روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. امیدواریم. ما امیدواریمون زیاد شده. آره واقعا. تعدادش زیاد شده. امید خب اما یه صحبتی بکنید در مورد اینی که چه اتفاقی افتاد که خونه نقلی را افتاد و تبدیل شده به یک فضای فرهنگی دیگه الان دیگه، چون یه کارگاه صنایع دستی، فروشگاه، کافه، حالا خود خونه گسترش پیدا کرده و اینها. چه اتفاقی افتاد که اصلا این ایده اومد تو ذهنتون، راه افتاده شو؟ به قول ما کاشونی‌ها چطور شد که اینطور شد؟ آره اینو یه توضیح بده ببینیم چه شد. من معلم بودم، یه متنی رو من چند وقت پیش نوشتم که معلم بودم. معلم بودم آره، و خلاصه سر کلاس درس میدادیم و یه قصه ای رو پیش اومد، یه اتفاقی پیش اومد. من اوائل دهه 80 از کاشان یه 2-3 سالی رفتم اصفهان، خیلی خوب تابیدم و گشتم و اصفهانو و در واقع دوستای عزیزی مثل کیارش اقتصادی، مازیار آل داوود و جاهای مختلفی رو که دیدم و پیشتر از اون که من برم اصفهان در واقع توی سرداب یا طبقه پایین خونه پدر زندگی میکردیم، ولی میگفتیم اگر مستقل بشیم خیلی فضای خونه‌های قدیمی رو دوست داریم، حیات و بقیه قصه ها. از اصفهان که برگشتیم یه چند ماهی رو ما توی آپارتمانی زندگی کردیم و فهمیدیم که آدم آپارتمان نیستیم و اینکه دارم میگم فهمیدیم یعنی من و مرضیه همسرم و دخترمون که اون موقع 6-7 سالش بودش، یلدا، و از اون آپارتمان جابجا شدیم. کیارش اقتصادی خونه‌ای توی بافت قدیم داشت و بهش پیشنهاد دادم که چون که ساکن تهران بود و می اومد و میرفت و اینها، که آقا اگه میفروشی من خریدارم. اینا رو دارم خیلی سریع دارم میگم که در واقع. و بعد اون خونه رو ما قصه های مختلف رفت و آمدها و اول که تمایل به فروش نداشت، توی بهمن ماهی بود تماس گرفت که دیشب خواب دیدم و در واقع بیا خونه رو. و من اومدم تهران، رفتیم اکباتان خونه کیارش اقتصادی، آقای مهندس کیارش اقتصادی و اون خونه یا این خانه خریداری شد، خانه نقلی، و با یه شرایط که بین هم دیگه هماهنگ کردیم و در واقع ما هم تا از تهران برگشتیم همون شب یا فرداش یه وسایل خیلی ساده از اون آپارتمان برداشتیم و اومدیم تو این خونه. یعنی اصلا خیلی فرصت ندادیم، خیلی در واقع تمایلی نداشتیم دیگه توی آپارتمان باشیم. و بعد هم که آپارتمان رو فروختیم به خاطر اینکه هزینه های همون خونه رو بدیم و اینها. و اون خونه بر اساس داستانی که کیارش تعریف میکنه از یک فردی خریداری شده بود به نام نقلی و خانه معروف بودش به همین خانه‌ای که فامیلی مالکش نقلی هست و البته کوچکترین خانه ثبت شده هم هست. یه 2 حیات مجموعاً 200 متر 2 متر کمتر 198 متر و توی حیاتش زندگی و بعد هم گاه به گاهی مهمان‌هایی که به ما سر می‌زدند و بعد هم چند سال بعدش 1-2 سال بعدش توی برزوکیه، چون که من یه قصه ای رو داشتم که ما توی کاشان 3 اقلیم کوه و کوهپایه و
کویر رو داریم و در واقع من تو کوه پایی، یعنی تو شهر کاشان، تو بافت تاریخیش یه اتفاق رو رقم زده بودم و در واقع بخش بعدیش کوهستان بود که برزوک هم بخش کوهستانی کاشان بود. یه خونه‌ای که الان به نام خانه برزوک با همکاری 2 تا دوستام ترگل و آرش نورآقایی در واقع اون قصه در واقع 3 تا بخش، ترگل و مسعود که زوج رفیق دوست داشتنیمون هستند و آرش و در واقع خود من و مرضیه، اون خونه داره حرکت خودش رو ادامه میده و بعد در واقع خانه کناری خانه نقلی رو اصلا پیمان من موضوع، چون یه کلمه‌ای به نام گسترش گفتی، من اصلا من و مرضیه در آغاز موضوعمون نه توسعه نه گسترش، همون خونه نقلی بود. اون اتفاقی که شکل گرفت بر اساس شرایطی بود که ما توش قرار گرفتیم. یعنی تو وقتی یه خونه ای رو احیا میکنی ثبت ملی میشه و بعد در واقع خونه کناریش در حال تخریب، مالک رو نمیتونی راضی بکنی که آقا حفظش بکنه، کسی دیگه به هر کدوم از دوستان گفتیم نتونست فلان اینها و من هم بر اساس محدودیت هایی که توی حوزه اقتصاد یک معلم هست نمیتونستم و به سختی دوباره خونه کناری با خاطر که حفظ بشه و بعد رفتم توی محله اوایل دهه 90 و موضوع خانه دوست و موضوع علاقمندی هایی گذاشتم و فعلا در حوزه تئاتر سرداب خونه رضوانیان شد تماشاخانه، اون شد کافه، بحث صنایع دستی موضوعیتی بود که در واقع موجب این قصه شد که کارگاه‌های صنایع دستی اتفاق بیفته و بر اساس اون قصه این حرکت پیش رفت. وگرنه من اونهایی که به هم نزدیکن تو اون سالیان یادشونه که به همهشون من اشاره کردم که آقا بیایید توی این قصه هممون یک گوشه‌ای از این قصه رو بگیریم. دغدغه‌م هم اصلا نمیتونم بگم، هر وقت من برمیگردم به اون گذشته اصلا نمیتونم بگم دغدغه‌م صرفاً گردشگری بود. دغدغه من الانم همینه، حوزه بیشتر حوزه فرهنگه و فرهنگ و هنر که گردشگری نمیتواند خودش رو از حوزه فرهنگ جدا بکند. یعنی به نظر من اگر میگیم صنعت به دلیل موضوع اقتصادیش میگیم صنعت، وگرنه صنعت فرهنگه. یعنی تو تمام دنیا هم میگه که من میخوام گردشگری موفقی باشد اینه که با زیرساخت‌های فرهنگی اون جامعه، با بومش، با اقلیمش، با لباس محلیش، با خوراکش، با صنایع دستیش، یعنی اگر گردشگری رو ما از این اجزا جدا بکنیم خودش که چیز خاصی نداره، یه جاذبه هایی هست که این قصه رو شکل میدهد و بر اساس همون دغدغه و بر اساس اون معلمیه و بر اساس این که من سر کلاس تاریخ درس دادم، مثلا میگفتم سلسله قاجاری. خب سلسله قاجاری یک چیز داره، پیشینه داره به نام معماری. خب معماریم توی کاشان توی بافت تاریخیش مثل خیلی از شهرهایی که ما بافت تاریخی توی 2-3 دهه پیش داشتیم شاهد تخریب این قصه بودیم و اینکه فقط آه و ناله و خیلی هم من اهل این بخش قصه نیستم، گفتم آقا اون بخشی که من توان دارم. خدا رو شکر احیای خانه نقلی یک اتفاقی بود. از چه زاویه‌ای؟ از زاویه‌ای که پیشتر از اون بیشتر تصور میشد، یعنی خانه اگر ما احیا میکنیم خانه اعیانی با حوض فلان، با مثلا نمیدونم ایوان فلان، با یزدی بندی، با معماری فلان. خانه نقلی یک خانه بسیار بسیار ساده بومی در دل بافت تاریخی کاشان بود و هست. اصلا یعنی من حتی خانه بغلیشم، خانه رضوانیان هم یه خونه ساده است و من توی احیای هر 3 خانه هیچ در قاجاری رو بر نداشتم. در پهلوی، این خانه پهلویه. خب پهلوی درش این شکلیه، شیشهش این رنگیه. این که من بخوام جذابیت کاذب ایجاد کنم بیام در رو بکنم، یه در قاجاری بذارم، شیشه ساده رو بکنم، شیشه رنگی بگذارم، نه، خونه همونجور که بوده احیا شده و در واقع بیشترم من اولویتم بر اساس احیاست تا بر اساس مرمت. یعنی این تفاوتاش چیست؟ تفاوتش اینه که آقا تو حوزه مرمت ابتدا مرمت شکل میگیره ولی تو حوزه احیا ابتدا احیا، یعنی ما رفتیم خودمون تو اون خونه زندگی کردیم، احیا شد. بعد آرام آرام فهمیدیم آقا اینجا یه مثلا دارم میگیرم باید مثلا سرویس بهداشتیش فلان بشه، مثلا دارم میگم، مثلا دره از اینجا سوز میاد، خب دره رو باید یه کاری انجام بدیم براش. ولی تو حوزه در واقع غیر از حوزه احیا در واقع ما شاهد یک اتفاقاتی هستیم که تاکید بر عناصر دیگه میشه و اینها و این شکلی بود.
اینطوری بود که اینطوری شد. واقعا من خودم وقتی که میام توی اون کوچه‌ای که تو اون راسته‌ای که یه ثباتی هم داره و اینها، به عنوان یه آدمی که اولین بار باشه بیام نگاه کنم، میگم که صاحب اینجا عجب آدم پولداری و اومده کل این خونه ها رو خریده و ردیفش کرده و ساخته و اینها. دو تا نکته وجود داره. یکی اینی که واقعا شما به بحث اقتصادی قضیه فکر نمی کردید واقعا، یا اینی که نه گفتید که خب خوبه، مثلا شرایط مالیش هم احتمالا خوبه و باحاله و یه پولی هم در میادش و اینها. این یه نکته میخوام بدونم این رو. دو اینی که یه موضوعی رو گفتید که این بحث تاریخی ما با فرهنگ و هنر دخیله و توی مجموعه نقلی داره این اتفاق میفته. یعنی شما ایونت میذارید، به برنامه‌های مختلف هنری میذارید، خانه خلاق دارین، کارگاه صنایع دستی دارین، چیزی که کمتر این رو توی فضاهای اقامتی میبینیم. حالا این چه دلیلی داره که میبینیم؟ دلایل مختلفی داره، میتونه دلایل اقتصادیش باشه، علاقه های شخصی باشه و اینها، ولی من احساس میکنم که این باید اتفاقا یکی از دغدغه های کسانی باشه که این کار رو میکنن. بله. اینو نداریم. یه خورده در مورد این دوتا توضیح میدید به ما؟ آره ببین، من اصلا نمیتونم بگم جدا از موضوع اقتصاد اصلا این اتفاق نمیتونست پیش بره. این طبیعتا من یه قصه‌ای که توی بافت تاریخی باهاش مواجه بودم، اتفاقا سوالاتی بود که میشد که آقا مثلا یه نفری تصمیم بگیره بیاد داخل بافت تاریخی، خب این خونه ها هزینه داره، این فضاها هزینه داره. اتفاقا گردشگری یک حلقه واسطی است که ما اگر بخوایم یه تئوری بدیم که چگونه بافت‌های تاریخی ما مثلا میتواند باز زنده سازی شود، خب طبیعتا مهمترین این پاسخ تو این چرایی این هستش که این قصه رو با اقتصاد پیوند بخوره. چگونه اقتصاد پیوند میخورد؟ اینه که حوزه گردشگری تو اون اتفاق دخیل بشود. حالا این که در واقع گردشگری رو من چجوری نگاه میکنم، شما یه پیمان نوروزی چیکار نگاه میکنی، این خب طبیعتا نوع نگاه ما هست که متفاوت هست. و اون موقع میدونید که ما شروع کردیم چیزی به نام بومگردی وجود خارجی نداشت. یعنی من فکر میکنم 10 یا 15 بار در واقع مراجعه شد که آقا چون که داری مهمون میگیری خلافه و باید بری مجوز بگیری، مجوز نگیری پلم میشی. و بعد میگفتن تو هتلی، میگفتیم نه، میگفتن همون چیزایی که بود دیگه، مهمان پذیر. این یه قانونی ما داریم میگه تأسیسات گردشگری شامل هتل، موتل، مهمان پذیر، بین راهی، رستوران و سایر. قانونی بود اونجوری. ما از اون کلمه سایر استفاده کردیم. مایی که دارم میگیم کیا، یا تعداد افرادی که اون سالیان یه حرکت‌هایی رو رقم داده بودیم، یه قصه‌ای رو شروع کردیم. ابتدا مرامی بود به نام خوشه‌سار بومگردی. بله. خوشه‌سار بومگردی، این کلمه خوشه‌سار با پیشنهاد کیارش اقتصادی بود. اعضاش، افرادش یه تعداد افرادی بودن که در واقع تو همون دهه 80 این قصه رو توی فضاهای مختلفی شروع کرده بودند و ما گاه به گاهی دور هم جمع می شدیم که بگیم یه جدولی تو خونه هامون بود. اولش مثلا دارم میگیرم زده بودیم مازیار آل داوود، آتشونی کجاست، گرمه روستای در واقع گرمه شهرستان خور و بیابانک شماره موبایل، کاشان اکبر رضوانیان خونه نقلی شماره موبایل، نمیدونم سید هاشم طباطبایی خدا بیامرزدش و الان هم حسین جان در واقع بارانداز روستای مصر و همینجوری در واقع یه جدولی بود. این موجب شد که یه اتفاق یه پیوستی با هم دیگه صورت بگیره و در واقع آغاز همون قصه ای بود که الان ما به عنوان اقامتگاه بومگردی میشناسیم. اوایل دهه 90 همین آدمایی که گفتم تهران جمع میشدیم و نشستیم. یعنی یکی از اتفاقاتی که تو کشور ما خوشحالیم از پایین به بالا رخ داد. یعنی برای ما آیین‌نامه تنظیم نشد به ما ابلاغ شود، آیین‌نامه رو خودمون نوشتیم. آیین‌نامه رو نوشتیم و همون سال فکر میکنم 94 یا 93 رفتش تو هیئت دولت و این سایره شد هتل فلان فلان فلان، اقامتگاه بومگردی، اقامتگاه سنتی، اینها هم به عنوان تأسیسات
اضافه شد. یعنی ما حتی اینکه دارم میگم این حرکت تبدیل به یک جریان شد و از این یه جایی به من گفتن تو اگه یه بار دیگه بخوای زندگی بکنی همینجور زندگی، گفتم دقیقاً همینجور. این اتفاقی که رقم زدیم، چقدر این کلمه‌ای که جمع دارم میبندم، هیچ کسی نمیتونه یک اتفاق رو به نام خودش پیمان تمام بکنه. یعنی این قصه ای بودش که اراده، آره من اکبر رضوانیانم تو این قصه نقش داشتم، ولی یکی از کسایی بودم که تو این مسئله نقش داشتم. اگر یاد بگیریم تو این مملکت این من رو کنار بگذاریم، خیلی خیلی اتفاقات قشنگی میتونه کنار هم دیگه رخ بده و خیلی خیلی میتونیم روزهای خوبی رو در پیش داشته باشیم. خب طبیعتاً توی این روند بعضی از آدما تاکیدشون بر این هستش که آقا من خوراک رو خیلی بیشتر دوست دارم. منم تو حوزه اولیه خونه نقلی غذای محلی داشتم، بعد دیدم که خب دو تا مثلا کوچه اونورتر من یکی رستوران را انداخته، خب مهمون من اینجا اقامت داشته باشه، خب بره اونجا غذا بخوره. یعنی دلیل نداره همه چیز در درون خانه من باشه. و علاقمندی من که عرض کردم به خاطر حوزه های فرهنگی، معلم بودنم، فرهنگ و هنر و قصه های تئاتر و قصه های مختلفی که داشتم، منو برد به طرف این که آقا مثلا دارم میگیرم اون فضا رو تبدیل به تماشاخانه بکنم، یه تعداد طیفی رو جذب این بافت و این فضایی که رفت آمد توش محدود شده. جامعه محلی مهاجرت کرده، خیلی از غذای پشت بوم رو تبدیلش کردیم به کافه که یه طیف جوانی که نمیان توی اون بافت بیان. یعنی هر کدوم این اتفاقا بر اساس یک هدفمندی شکل گرفت. رویدادم و جشنواره هم در واقع جزو فعالیت‌هایی هستش که علاقمندی شخصی من هست. مجموعه رویدادهایی که توی خونه نقلی برگزار شده و اینکه خونه نقلی برگزار کرده و تو شهر برگزار شده. اون یعنی طرحش مال خونه نقلی بوده ولی اجراش توی سطح شهر بوده. اینها همه هم اقتصاده، هم رویداده، هم تنوعه. یعنی ما الان توی مجموعه شما اقامت داری، صبحونم داری، بعد میتونی بری زیر گذر مثلا دوچرخه بگیری و توی شهر با دوچرخه بریم و شب دوست داری پینگ پونگ بازی کنی تو خود همون فضا. پینگ پونگ میتونی بغلش یه فضای دیگه هستش، صنایع دستی منطقه کاشون رو تهیه. یا دوست داری آقا شب، صبح، ظهر بشینی سفال، کارگاه سفال بری کار سفال بکنی. یعنی انقدر این تنوع بر اساس شکل‌ها و فضاهای مختلف توی اون مجموعه شکل گرفته و اون گذره که الان به نام گذره آبنبار خان هست، رفت آمد و زندگی بیشتری به توش جریان پیدا کرده. به اضافه اینکه ما شاخه‌های گردشگری دیگه داریم، میگیم دیگه گردشگری ادبی، گردشگری هنری و اینکه مشخصاً ایران ما یک بخش جدی، یعنی یکی از شاخه‌های جدی گردشگری که بلده و برجسته است گردشگری فرهنگیه. یعنی ما قالب توریستی که خدا بیامرزدش اون موقعی که می اومد اون توریستایی که می اومدن به خاطر جاذبه‌های فرهنگی که تو کشور ما هست و این جاذبه‌ها آنقدر تنوع و فراوانی دارد که هنوز کشور ما به عنوان کشور بکر شناخته می شود و قطعا اگر این موانعی که تو ورود توریست وجود دارد یا خودمون به وجود آوردیم یا از آسمون افتاده یا به هر شکلی هست، اینا برطرف بشود، طبیعتا گردشگری فرهنگی تو ایران ما بسیار بسیار میتونه جریان ساز باشه. من میخواستم اتفاقا همینو بگم. یعنی ببین ما مثلا خیلی دارم من جدی حرف میزنم. آره ببخشید. نمیدونم چه ولی جذابه اصلا. نه اتفاقا خیلی جذابه. یه اتفاقی داره میفته. ما مسافرها یعنی آدمایی که میرن سفر، مثلا بهشون میگیم که بابا امسال مثلا بریم شیراز. بابا شیرازی که رفتیم، حافظیه رفتیم، تخت جمشید رفتیم فلان. یک عالمه جا داره، یعنی یک عالمه جاذبه تاریخی داره که نرفتن چون نمیدونن. یک عالمه در واقع جاذبه های فرهنگی داره که لمسش نکردن. خب من توی مثلا ترگل، توی خانه برزوک
یه سری تابلوهای زده گردشگری آهسته، اسلو توریسم. این واقعا یه حس جالبی میده به آدما که تازه درک میکنن که بابا اصلا لازم نیست شما کاشان هم میری هی بری خونه‌های تاریخی بری، تو همین گذر 2 روز تو این بافته زندگی کنی، اصلا با آدما ارتباطشون فلان. من احساس میکنم که اینی که ما مسافرهامون رو بفرستیم سمت اینی که آقا بافت فرهنگی و فلان و اینها رو ببینن، هتل‌ها که این کارو نمیکنن. من نمیدونم اصلا جزو وظایف یعنی در خودشون میبینن که این کارو بکنن یا نه، اینو نمیبینم. و علاقه‌مندیم بیشتر به اینه که اتفاقا اقامتگاه‌های بومگردی و سنتی اینها باید این کار رو بکنن. یعنی اینا باید بگن که آقا ما یه مثلا محله‌ای هستیم، قصه محلمون اینه، بافتمون سنتیه یا مدرنه یا فلانه، حسینیه داریم، نمیدونم مسجد داریم، کلیسا داریم، ارمنی داریم، اینجا غذا اینجوری درست میکنن، یه همچین اتفاقی. ولی متاسفانه اینو کم میبینیم، نیستش. من میخوام شما به عنوان کسی که به هر حال سال‌هاست دارید تو این کار فعالیت میکنی، اقامتگاه ها چه کار کنن که مهمانهاشون رو بتونن بفرستن سمت این فضای فرهنگی به جز جاذبه های تاریخی، و بافت فرهنگی رو چجوری، یعنی بافت بومی منطقه رو چجوری با خودشون درگیر بکنن، درگیر مثبت نه دعواش. این چی کار باید کرد برای من یه جای پیمان اشاره کردم که آیین‌نامه‌ای که نوشتیم، ما تو آیین‌نامه نوشته بودیم خانه‌های بومگردی. درست. ولی تو جریان خب میدونی که وقتی یه جایی ساختار دولتی میخواهد مجوز بدهد، میره یه ایده هایی هم خودش داره دیگه. درست. و اونجا خانه شد اقامتگاه. چرا با تاکیدمون رو خانه بود؟ و موضوعمون تو این قصه بحث پاتوق بود. درست. یعنی یک دوره همی بود. یک مثلا شما الان مسافر گفتید، ما تو حوزه بومگردی و کلا توی فضای چیز میگیم مهمان. اصلا مهمون داریم، امشب چند تا مهمون داریم، امشب فلان مهمونامون رفتن، مهمونامون اومدن. اصلا کلمه مسافر هم خانه مهمه، هم مهمانه مهمه. یعنی شما اون قصه ای که در مورد ساختار دیگه ای که، چون من تو تمام این سالیان تلاشم این بوده هر جایی که صحبت میکنم تقابلی بین این تأسیسات ایجاد نشود. آقا هتل یه ساختاری داره، فلان داره قصه. و یه موضوع دیگه اینه که تو دغدغه باید داشته باشی. و حالا من یه غالبا حالا دوستان لطف دارن زنگ میزنن مشاوره اینا، میگم آقا این که اولین سوالت برای من اینه که من میخوام این کار انجام بدم میصرفه یا نه، اینو من نمیتونم جواب بدم. میصرفه یا نه، تو اولویت اولت داری به صرفه داری فکر میکنی. اگر به صرفه، و طبیعتا هم صرفه منظورت صرفه اقتصادی است، اگر صرفا از این زاویه نگاه میکنی، با توجه به شرایط اقتصادی موجود فکر میکنم راه تو تغییر بدی بهتر باشه. بله شروع کن، پیش برو، توکل دم به خدا، دستتم به زانوی خودت و هیچ چیزی نداشته باش کیه بهت وام میده نمیده فلان میکنه. بر اساس اون دغدغه‌ای که داری و بر اساس اون انرژی مثبتی که خودت تولید میکنی و مهمونایی که میان، طبیعتا رو اقتصادت هم تاثیر مثبت میذاره، طبیعتا صرفا برات داره. ببین موضوعی که هستش اینه که ما اگر به این مقوله فکر بکنیم که ما گردشگری امروز دنیا موضوعش تجربه است، طبیعتاً اگر ما به این مسئله فکر کنیم باید ببینیم که چگونه عمل کردیم که اون مهمانی که میاد توی فضای ما بجز این که یک شب رو میخوابه و البته اون خوابیدن هم باید احساس یه تجربه متفاوتی براش ایجاد بکنه. صبحونه میخوره دوباره یه تجربه متفاوتی که صبحونه‌ای که من تو خونم دارم میدم طبیعتاً تو این فضای مدرن صبحونه‌اش متفاوته. من دیگه نباید نمیدونم آب سنیچ بدم توی خونم دیگه، این که مشخصه دیگه. طبیعی صبحانه بومی که توی هر منطقه‌ای وجود دارد. طبیعتاً در واقع من چای تیبک نباید بذارم توی خونم، دارم دیتیلی اشاره میکنم به دلیل اینکه ما اگر فضا رو برای اون خلق تجربه فراهم بکنیم، اون خلق تجربه موجب می شود که اتفاقات مختلفی رو اون مهمان و حس مختلفی رو دریافت بکنه. یک. دوم موضوع قصه است. خونه های ما، هر کدوم از خونه های ما قصه داره. یعنی توی کاشان ما موقعی که من سال 86 که شروع کردم، یه اقامتگاه دیگه توی کاشان بود و ما دوتا بودیم.
ولی الان بله نمیدونم چند تاست. واقعا خیلی خیلی از این بابت خوشحالم. خیلی فقط اقامتگاه بومگردیه اصلا موضوع من الان اصلا من تفکیک بین بومگردی سنتی موضوع این هستش که همه اینها لطف کردن سرمایه‌شون رو آوردن توی بومی که من دارم زندگی میکنم و یک فضا رو از تخریب نجات دادن. حس بد، حال بد دیگه اون خونه نداره. حالا اون با یه شیوه خودشه. آقا دوست داره لاکچری کار، خب لاکچری کار کن. چرا من ناراحتم که اون داره لاکچری کار میکنه؟ اون مخاطب خودشو داره. بله. منم مخاطب خودمو دارم. وسعت دید پیمان تو این قصه ها خیلی مهمه. من آنقدر دوستان اومدن توی خونه نقلی نشستیم ساعتها و این چیزی که میگم ساعتها یعنی تجربه حداقل 15-16 ساله. بله. خب چرا باید تجربه غلط من رو تجربه بکنه؟ میگم بهش میگم خب این کارا رو من کردم اشتباه بود، تو نکن دیگه این کارو. این چیزی که ما داریم و متاسفانه تصور میکنیم اگر اینو بگیم موجب میشود تو این قصه نمیدونم تعداد فضاها بیشتر بشود، موجب میشود نه آقا هیچ اتفاقی نمیفته، همه چی در کنار این که بخل و حسادت و نمیدونم گذشت و قناعت و همه اینها رو رعایت بکنیم، بخل و حسادت نداشته باشیم، گذشت و قناعت رو داشته باشیم، مطمئناً خیلی از اتفاقات خوشگل میتونه کنارمون رخ بدهد. تجربه رو باز تاکید میکنم، من اگر در واقع ناچار شدم این توسعه رو پیش ببرم بر اساس این دینی، یعنی الان من توسعه پیدا کردم ولی تعداد اقامتیم همونه. یعنی من نهایتاً 25 تا 30 نفر ظرفیت داشتم، الان 25 نفر 30 نفر تو، ولی توسعه‌مو بردم به طرف اینکه تو کارگاه سفال بتونی تجربه کنی. توسعه رو بردم به طرف این نیستش که ما هی تعداد اتاق زیاد بکنیم، یعنی هی تعداد مهمان پذیرشمون، نه، این همون تعداده رو تو کیفیتش رو افزایش بده. ما تو حوزه بومگردی یا تو حوزه بومی، من کاش که این بومگردی و سنتی خیلی هم دیگه تفکیک نمیشد، میگفتیم بومی. یک کلمه بومی که اون شکل ارائهش اینه، من شکل ارائهم اینه. این در واقع این فضای بومیه میتواند در واقع به جای تأکید بر کمیت تأکید بر کیفیت داشته باشه با کد یا در واقع کلیدواژه تجربه محور بودن. من جواب سوالا رو میدم. آره. یا خودم هرچی ندادیدم چیزایی میگید که به در بخوره. یا خودم هرچی بخوام. تو طول صحبت ها میگم نکنه اکبر تو داری حرفایی که خودت بخوای میزنی، پیمان داری یه چیز دیگه. نه من یه سوالی فقط پرسیدم، این میخوام 2 مرتبه اینو صرفا ببین. من نوعی میرم در یه روستایی یه اقامتگاهی میزنم، خب دغدغه‌ام دارم، برام هم جذاب، پولش هم حالا باحال، خودم هم یه سرمایه‌ای دارم و فلان، میرم اینو راه میندازم. مسافرم میاد، مسافر خوبم میاد، مهمان خوبی هم میاد. بله. مهمان رو چجوری با بافت بومی درگیر بکنم؟ این معمولا چه اتفاقی میفته؟ مثلا بهش مثل شما که میگی آقا برو غذاتو بخر باشه، یا خودم ورش دارم ببرمش. اینو در واقع دارم برای کسایی که اقامتگاه دارن یا میخوان راه بندازن میگم که این تجربه چجوریه؟ شکل‌های مختلفی میتواند این قصه داشته باشد. طبیعتاً بستگی به اون فضاش داره دیگه. یعنی من توی فضای شهری دارم فعالیت میکنم، یک نوع قصه رو دارم، چون من نمیتونم به مهمونه بگم تو دنبال من راه بیاف این جایی که من به تو نشون میدم. اون با یه هدفی اومده، مثلا میخواد باقفین رو ببینه، خونه‌های تاریخی رو هم ببینه، اون گذر منم ببینه. پس بعد برنامه‌ای بگم آقا تو برنامه‌ت رو طوری تنظیم بکن این تجربه‌ای که تو مجموعه منم هستش رو بتونی تجربه کنی. و مثلا دارم بهش بگم که آقا یه موزه تو کاشونه، موزه استیو رو برو ببین، مثلا موزه لوسی رو برو، چرا مثلا امکان داره به گوشش نخورده ولی بقیه جا، ولی طرفی که توی فضای روستاییه، یک فضای محدود هست، طبیعتا همه رو اجزاشو باید بچینه، یعنی یعنی بگرده ببینه تو روستاش
منم توی بافتم شهربافه رو پیدا کردم و آره. فلان خانومم که مخمل بافی داره اونم پیدا کردم، به مهمونم میگم میخوای پارچه سنتی بخری برو فلان جا. تو دفترم هم کارت اون شهربافه هم گذاشتم، برو یه سری به این بزن ولی اون بعد بره تو روستا ببینه که مثلا آیا توی همسایه‌اش مثلا ترشی محلی مثلا نمیدونم یه نفر نمیدونم یه لیف داره میبافه مثلا یه شناسایی باید طبیعتا اون فرد بکنه. یعنی من تو محیط شهری اون شناسایی شده باید اینو ارتباطش بدم با مهمونه. تو فضای روستایی من باید هم شناسایی بکنم هم ارتباطه رو برقرار بکنم. پس مجموعاً این نسخه مخصوص همه جا نیست. نسخه های متفاوت بر اساس فضاهای متفاوت، ولی باید آدم هایی که این کارو میکنن برن و تو بافته بچه خودشون پیدا بکنن و اینا رو لینکش بکنن به هم دیگه. میخوام که شما بیاین این سمت داستان، یعنی اون مهمانه. ببین الان اینجوری شده که مثلا خب خیلی‌ها به من میگن ما رفتیم مثلا رفتیم کاشان، رفتیم یه جای اقامت داشتیم، یه هتل به درد نخوری بود، اینجوری بود اونجوری بود، یا اقامتگاه به درد نخور، یا خوب بود، یا اینا رو میگن. شما اگر که بخواین به یک نفری پیشنهاد بدین یا بخواین بهش بگین که آقا تو اصلا به درد فضای اقامتگاه نمیخوره یا هتل نمیخوره، چه میکنین؟ به علاوه اینی که مسافرها، کسایی که دارن سفر میان، چه جوری بفهمن که این فضای اقامتگاه بومگردی این به دردشون میخوره یا نمیخوره؟ از کجا بفهمن؟ ببین پیمان جان، الان که اون از آخر بیام اول، الان که دنیای ارتباطات، یه زحمت کوچولو به خودمون بدیم، یه سرچ ساده بکنیم و خیلی مثلا من فکر کنم یه 20 روز دیگه 25 روز دیگه شاید برم طرف میناب. خب از حالا دارم رو میناب میخونم آقا فضای اقامتیش، غذا محلیش چیه، چه جاهایی داره، فلان اینا. خوبه اینکه دقیقی را بیفتیم بریم سفر، خوبه. ولی اینکه دقیقی میافتیم تو سفر، والو فرصت داریم یه مطالعه، یه سرچ خیلی ساده‌ای بکنیم. بعضی وقتا من احساس میکنم که با بعضی خیلی تعدادشون کم شده، خیلی نسبت به 10 سال پیش کم شده. یعنی 10 سال پیش واقعا ما یکی از قصه هامون این بود که مهمونه میومد اصلا آشنا نبود با این قصه، چون که اون موقع ما اصلا اتاقمون همش توالت هم تو اتاق نبود، توالت هم بیرون بود، سرویس هم داخل اتاق نبودش. حالا در واقع یه ذره این بیشتر چیز شده، ولی من برای توالت باید برم بیرون. گفتم خب اینو رو سایت ما هستش، رو پیج، حالا اون موقع پیج نبود، رو سایت ما هست اصلا چی. یعنی یک قصه. یه بخش دیگه این که چون که بخشی از شخصیت من در واقع موضوع فعالیت‌های فرهنگی هنری، من میخوام داستان انتخاب کنم. من علاقه‌مند به داستان‌های کوتاه هستم. خب نمیرم به ندرت، مثلا من آخرین یه کار بوده سمفونی مردگان عباس معروفی رو که رمان بوده، یکی هم ودا با اسلحه همینگوی بوده که مثلا، ولی خیلی دیگه الان حوصله رمان ندارم. داستان‌های تئاتر میرم، تئاتر رو من خیلی در واقع من تئاتر اجتماعی رو علاقه‌مندم، سینمای اجتماعی رو علاقه‌مندم. موضوع گردشگری هم ژانره، عین همون قصه است. یعنی طبیعتاً همه آدم‌ها میدانن به چه ژانری علاقه‌مندن. اونی که علاقه‌منده به هتل که گناهی نکرده، دوست داره هتل، خب اشکال نداره. ولی اونی که علاقه‌منده به هتل میاد با همون ذهنیت توی خونه بومی، خودش اذیت میشه و گاهی هم البته ماها رو اذیت میکنه، میدونید، یعنی و در واقع حظ کامل نمیبره. میدونید یعنی من مخصوصا تو زمانهای های سیزن با این قصه‌ای که مواجه میشیم که برخی از عزیزان ما، مهمونان ما، سرمایه های اصلی ما تو عرصه تئاتر میگیم آقا سرمایه اصلی ما تماشاگره، سرمایه اصلی ما مهمانه تو عرصه گردشگری. اینو نباید و باید اینی که داریم میگیم رضایت، حالا تو عرصه اقتصاد میگیم رضایت مشتری، رضایت ما میگیم رضایت مهمان، واقعا مهمه. آقا ما درست بومی هستیم، ولی جمله یعنی چی؟ همینه که هست. همینی که هست اصلا درست نیست. تو باید ملحفت تمیز باشه. این که همینی که هست، آقا بر اساس مهمان نوازی ایرانی که ما خواسته باشیم پیش بریم، ما بچه بودیم. پدر من الان اینجا هستن دیگه. بچه بودیم دیگه. یه چی اسمشه؟ قفسه ما داشتیم، ظروف مخصوص مهمان.
یه جا رخت خوابی داشتیم به نام رخت خواب مخصوص مهمان. یعنی مهمان همیشه تو زندگی نیاکان ما نقش اساسی شعاره. من همش میگم اگه مخاطب بشیم میگیم شعار گردشگری ایران چیست؟ میگیم مهمان حبیب خداست. یعنی چیز دیگه بومی‌تر از این پیدا نمی‌کنیم. ظرف من نمیفهمم تو خانه بومی ظرف یه بار مصرف یعنی چی؟ ظرف یه بار مصرف؟ مگه ما اصلا با ظرف یه بار مصرف کجا مهمان نوازی میتونه شکل بگیره؟ من نمیفهمم ملحفه کثیف در اقامتگاه در خانه، یعنی بخوام من شب سر بذارم روی این بالشت. این واژه اصلا در شأن مهمان نوازی نیست، اصلا در شأن یک خانه بومی نیست. اصلا مهم نیست این خانه بومی درجه چند باشه، نمیدونم این قضایی رو اصلا ما کاریش نداریم. اینا اومد توی داستان نمیدونم کیفیت سنجی و درجه بندی و اینها مثلا ولی موضوع اینه که توالته چه تو اتاق باشه چه بیرون اتاق باید تمیز باشه. چه فرقی میکنه؟ یعنی این قصه ای که من باید تو توالته دمپایی باشه، توی اتاق بالشته. حالا مهمانه خیلی حساسه، برای خودش حول ملحفه میاره، اون داستانش جداست. ولی من وظیفم هست که این خدمات رو ارائه بدهم به عنوانی که وظیفم مهمان نوازی هست. اگر در واقع از این طرف من تکلیفم معلوم باشه، از اون طرفم مهمونم بدونه که اگه واقعاً باید همه چی، یعنی من پارکینگ، ببخشید ما خونه نقلی پارکینگ اختصاصی دارد. چرا؟ چون که ماجرا مال 15-16 سال پیشه. ما قصه ای که داشتیم یه دونه بودیم، ببخشید یکی دیگه هم بود. ولی الان با این تعداد اقامتگاه وجود پارکینگ در داخل بافت تاریخی خطاست. چرا؟ آرامش بافت رو داره بر هم میزنه، همون حجم ماشین رو داره به داخل بافت مراجعه میکنه، مخالفت با همون اسلو توریسم داره، فلان داره. اگر این اتفاق صورت بگیره اولین نفری که در همون پارکینگشو میبنده خود منم. این که در واقع الان مجوز میدیم به اقامتگاه، میگیم اگر میخوای مجوز بگیری، شهرداری، دهیاری، ساختارهایی که هست، میگه برو اول پارکینگ رو تعیین بکن. تو داری چی کار میکنه؟ طرف وقتی کنار خونش روبروی خونش پارکینگ نداره، میره یه خونه قدیمی میخره، خراب میکنه پارکینگ، و تو در جهت تخریب بافت تاریخی اون چیزی که هدف اولیه ما بوده، این قصه اصلا باش تناقض دارد. ولی اگر طرف فکر میکنه اون طرف قصه میخواد ماشینش زیر سرش باشه، سرویس بهداشتیش تو اتاقش باشه، فلان باشه، این حساسیت ها رو دارد، خب طبیعتاً در اینکه چه نوع فضایی رو برای اقامت شبش انتخاب بکنه، خب باید حساسیت بیشتری رو به خرج بده، روش فکر بکنه. ولی نه در مورد اینکه آیا بهداشت دارد یا ندارد. اگر جایی بهداشت نداره اون ضعف منه، اون دیگه ربطی به مهمان نداره. یعنی مهمانه در واقع طبیعتاً باید حواسش فردی که فعال توی اون بخش باید چیز داشته باشد، حساسیت رو این قصه رو داشته باشه که کیفیت رو به بهترین شکل رعایت کنه. من اتفاقا می‌خواستم این موضوعی که شما گفتین رو بگم که گفتم. آره که چون که با واقعا پیمان با این که همینی که هسته خیلی داستان. متاسفانه اتفاق افتاده بارها. و تقصیرم گردن چیز میندازیم، نیاکانمون. آره دیگه. آقا خب اینه دیگه معماری فلان. آقا من الان کولر آبی هم دیگه جواب نمیده. کولر آبی با این بی آبی، کم آبی و املاحی که تو آب وجود داره، طرف توی بهارم اگر بیاد تو کاشان واقعا گرمه. خب گرم. خب من مثلا نیاکان ما میدونید چطوری زندگی میکردن؟ خب چطوری زندگی میکردن؟ اون موقع سرداب بوده، بادگیر فعال بوده، آب قنات بوده، همه عناصر سر جاش بوده و در واقع انرژی برق هم نبوده فلان و بقیه قصه ها. خب طبیعتا اونم در واقع با توجه به شرایطش. ولی الان من با تلاش باید بکنم که بله از در واقع انرژی های پاک استفاده بکنم، تمام تلاشم رو بکنم، ولی توجه بکنیم ما در قالب مهمان نوازی مثلا پله رو ما کارش نمیتونیم بکنیم. پله است. من حقیقتا با آسانسور خیلی موافق نیستم، چون که دیگه خیلی دیگه داریم دست توی قصه میبریم. ولی باز توی بعضی از اقامتگاه داره یه اتفاق صورت میگیره، میبریم این ماجرا رو به طرف این که آقا
حالا اونم داره سرمایه گذاری خودشو میکنه. ولی این که در واقع تو بعضی از قضایا ما بگیم همینه که هست، من پله رو میتونم بگم همینه که هست. آره اون میشه. آره پله. ملافه رو نمیشه، بله. دوشک رو نمیشه. نمیشه. واقعا سرویس بهداشتی بعد نمیشه. حمام رو خیلی ساده ها، نیاز نیست. منظورم نیستش که تو وقتی امکان این قصه رو نداری، من منظورم کاشی فلان بله. چیزا اینا تمیز بودن. لباس من امکان دارد من این شلوار رو نتونم در واقع چند ماهی یه بار عوض بکنم، ولی باید لباس تمیز باشه. نمیتونم در واقع این تمیز نبودن لباسم رو تقصیرش رو گردن اقتصادم بندازم. تمیز بودن اتاقم، تمیز بودن خانه‌ام، تمیز بودن سرویس بهداشتیم، کیفیت ارائه صبح. اصلا من میتوانم بگم توی خونم غذا ندارم، چرا؟ 2 قدم اونورتر غذا هست، ولی صبحانه جزء مهمان نوازی است. جزء این مهمان. اینهایی که دارم میگم تئوری های اکبر رضوانیان نیست، تئوری های که نیاکان ما به ما یاد دادند که با حداقل، یعنی با یک چیزایی با خیلی ساده، یعنی تو ما فست فودای ما چیه؟ نون و ماست. بله. نون و اردشیره، حلوا ارده. یعنی چرا غذاهای محلی ساده، صبحونه بسیار ساده، نون، پنیر، کره مربا میگیریم الان هست، ولی نان، پنیر، چایی، نمیدونم یه دونه 2 تا گوجه فلان. یعنی یه صبحانه بسیار بسیار ساده میتواند در واقع خیلی متفاوت بکنه خونه تو رو، تا اینکه بگی خونه من اصلا صبحونه نداره و قصه و حالا چیزایی. بسیار موضوع. من یه چیزی بگم، شما با رزرو فضای اقامتیتون در پلتفرم های رزرو اقامتگاه و هتل و فلان و اینها موافق هستید یا نه؟ من شخصی دارم میگم، من شخصی مشکلی با این قضیه، ببین من صنعت گردشگری رو با تمام لوازمش میپذیرم. متوجه هستی؟ یعنی با تمام، یعنی اینها همه ابزارهایی هست. یکی این ماجرا هست، یکی ابزارهای تو صنعت گردشگری. دوم پیمان جان، الانی که توی دی ماه 402 داریم در مورد این قصه صحبت میکنیم، آنقدر اقتصاد این موضوع ضعیف شده که هر آن چیزی که بتواند، منظورم این که در راستای هویتش باشه ها، نباید توجیه بکنیم همیشه کارمونو. یه بار طرف میگه خیلی خب منم که دارم به گردشگری انبوه میپردازم، موضوع اقتصاده. اون گردشگری انبوهی که تو اینجوری توی اتاقی که 4 نفر ظرفیتشه 10 نفر اقامت میدی، اون در واقع داره به یه هویتی آسیب میزنه، کیفیت تو رو کاهش میده. ولی اون پلتفرمه با رعایت همه، یعنی من پلتفرم چه چیزی رو داره ارائه میده؟ همون چیزی که من بهش دادم. به پلتفرم گفتم من خونه نقلی اینم، تو اینو پرزنت بکنی، ما مشکل با مثلا همون رسپشن منه که، یا همون فردیه که تلفن خونه نقلی را جواب میده، یا خود من وقتی پیمان به من زنگ میزنه همون یاد صحبت توضیح میدهم که در واقع اون پلتفرم توضیح میدهد. این کلیتشو نمیتونم بگم که نه در کل خوبه. حالا اگر یه پلتفرم این وسط داره بد عمل میکنه، این موضوع اینه که کلیت قابل حله، ولی اگر یه نفری داره تو این قصه بد رفتار میکند یا اون ارائه رو درست ارائه نمیدهد، اون باید اصلاح بشه. بسیار موضوعی هستش که به گفتگو اون اضافه خوبی؟ من خوبم. شما چه؟ من یه پیمان جان یه موضوعی رو فقط بگم. یه قصه‌ای که وجود دارد این هستش که مثلا من اکبر رضوانیان با مرضیه چند سالی رو تو خونه نقلی زندگی کردیم. درست. خب بعد در واقع بچه‌هامون بزرگ شدن، شکل چیز به وجود اومده. این امکان برای من و مرضیان پیش نمیاد، امکان داره برای خیلی از بچه‌هایی که توی این قصه پیش میاد. به گونه‌ای میشود. ببین تو اگر همیشه بخوای توی اون خونه باشی، و منی که این قصه رو ایجاد کردم موضوع، و همیشه خودم پذیرای مهمان باشم، این در مرور زمان فرسایشی، خستگی عجیبی ایجاد میکنه. گاهی ما با مهمونای مواجهیم این جمله رو بکنم، اما اکبر موقعی که خودت بودی یه چیز دیگه ای بود.
خودم کجام؟ خودم حق سفر ندارم، خودم حق زندگی ندارم. ببین این یه موضوعی هست که بچه‌هایی که تازه وارد این قصه میشوند، که کسانی که مثل من حالا داریم به 2 دهه میرسیم، داریم به مرز 20 سالگی میرسیم، این مسئله رو باید بهش توجه بکنیم که به هر شکلی ما یک اتفاقی رو رقم زدیم ولی خودمون هم این وسط مهمیم. یعنی گاه به گاهی بچه‌هایی که توی خود بومگردی هستید برید، بعضی وقتا خودتونم برید سفر، خودتونم در واقع از این حال تنوع بهره ببرید، وگرنه خستتون میکنه، وگرنه فرسایشی موجب میشه از قصه فاصله بگیرید و خیلی از اتفاقات دیگه ای رو شاهدش باشیم. اینا مواردی است که در واقع باید در طول این پروسه، در طول این زمان، در طول این روند همه قضاییشو بعضیاشو تجربه بکنن، بچه‌ها تجربه بکنیم، بعضیاش در واقع بعد از تجربه ها استفاده بکنیم. موضوع صنایع دستی رو بچه‌ها خیلی جدی بگیرن، یعنی صرفاً به موضوعی که گفتم خانه ما مد نظرمون بوده، اقامتگاه مد نظرمون نبوده، خیلی گذرا گفتم، چون که ما تو خانه مادرمون قالی میبافته. بله. میدونی فقط خانه کسی نمی اومده توش بخوابه که صبحونه بخوره بره، که همه اتفاق تو اون خونه رخ میداده. ولی وقتی که میگیم اقامتگاه، من همیشه میگم خانه نقلی، حتی داریم میگیم خونه نقلی، خونه نقلی. اصلا و ابدا این موضوعی که اقامتگاه ذهن رو میبره به طرف اقامت، یعنی فقط من اومدم اینجا اقامت داشته باشم و برم. نه، تو همه فضاهای ما باید بجز اقامت، لابی ما کجاست؟ حیات ما باید حال و هوای، یعنی صبحونه تو اتاق بردن و فلان اینا مخصوص خونه نیست. بیا بیرون بشین تو حیات صبحونه بخور، حتی فصل سردش یه فضای گرم تو حیات پیدا میشه که در واقع اصلا بتونی و صرفا اتاق برای یه حس و حالی باشد، برای استراحت کردنمون، بیشتر از خود حال هوای خونه استفاده بکنیم. امیدوار هستیم که شاهد بعضی از اتفاقات ناگوار متاسفانه توی ایران زمین هستیم، فلان جا نمیدونم فلان بافت داره تخریب میشه، فلان جا از اینجا تا اونجا رو داریم خراب میکنیم، فلان میکنیم. یه جمله‌ای که من تو همه صحبت‌ها میگم، بافت‌های تاریخی ما بافت فرسوده نیستند. بافت فرسوده 2 سیلابی کاملا غلطی است. به خصوص زلزله که رخ میده تو مملکت ما این کلمه رو خیلی به کار میبرن، به خصوص حضرات مدیران. چرا؟ وقتی میگیم فرسوده یعنی به خودمون حق میدیم که خرابش کنیم. آیا پدر و مادرمون که سنش رفته بالا، دور از جونشون میگیم فرسوده؟ نه، سنشون رفته بالا، باید مراقبت بیشتر ازشون بکنیم. بافت تاریخی هم، خونه های قدیمیمون هم سنشون رفته بالا، بعد ازشون مراقبت بکنیم. چیزی به نام بافت فرسوده ما نداریم. اگر یک بخشی از شهر فرسوده هست، اون بخش فرسوده است. بافت به مجموعه پیوسته اطلاق میشه. وقتی پیوستگی رو داره که فرسوده نیست. باید در واقع اینا رو مثلا دارم میگیرم توی این بافت ها دوچرخه و پیاده روی بیشتر جواب میده. خب باید با یه فاصله ای ما پارکینگ های طبقاتی طراحی بکنیم و با تقویت بکنیم دوچرخه های برقی، دوچرخه های پایی و در واقع پیاده روی رو تقویت بکنیم، مسیر براشون تعریف بکنیم، موانعش رو برداریم، موانعی که موجب بشود که این بافت ها سالیان سال به عمر خودشون ما به بافتای تاریخی بون و به عمر اونا بیشتر افتخار بکنیم. و تو تمام کشورهای دنیا این تجربه شده، قصه ای نیستش که مخصوص کشور ما باشد. موضوع اقامتگاه ها و موضوع اتفاقات گردشگری موجب می شود که بافت های تاریخی ما از تخریب نجات پیدا بکنه. مخلصیم.